بیماری نصیب است و علاج بیماری اختیار توست. صاحب همسر شدن نصیب است ولی جدا شدن اختیار توست. بودن بعضی انسان ها در حیات تو نصیب است و با آنها دوام دادن دوستی اختیار توست. عیب جسم را دو متر لباس می پوشاند، ولیکن عیب فکر با یک سخن کردن آشکار می شود. بیماری فقط در جسم نمی شود بلکه در اخلاق هم می شود. برای همین شخص بی‌ادب را دیدی، برایش دعا کن که الله شفایش بدهد و خدا را شکر کن که الله تو را از آن بیماری نجات داده است. ما از آب نطفه خلق شده ایم و اصل ما از خاک است و قیمتترین لباس ما از کرمک است و با لذتترین خوراک ما از زنبور است و جای آخرین ما در دنیا تگ زمین است. سبب مشکلات ها و دور شدن علاقه ها و بدبینی ها در گذراندن سخن یکدیگر و دیگران است. عجیب این است که برای خود هر وقت بهانه داریم، عذر پیدا میکنیم، ولی برای مردم هیچ عذری پیدا نمیکنیم. بهترین دزدی این دزدیدن دل مردم با اخلاق نیک است. شپرک با زیباییش یک حشره است. نهال خاردار با همه سختیش گل است. پس به شکل مردم نظر کرده حکم نکن. باش کسی هستی، امروز راه می روی و فردا تگ خاک می روی. بسیار اهمیت می دهیم به کی بودنمان در دنیا. پروفسور هستیم، دکتر هستیم، انجینیر هستیم، معلم هستیم، لکن فراموش میکنیم که برای آخرت چیزی تیار کرده ایم. در آخرت ما را چطور صدا میکنند؟ روزدار، نمازخوان، صدقه کن، ذکر کن یا چیزی دیگری؟ سؤالی هست که بسیار فکر کردن را میخواهد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا لیتنی قدمت لحیاتی. ای کاش در دنیا برای آخرتم چیزی کرده بودم، یعنی عمل صالح، تا که بدانیم حیات حقیقی الان نیست. وقت شب بسیار خنک بود. موسی علیه السلام برای خانواده‌اش به طرف روشنی رفت تا که برای آنها آتش بیارد. نمیدانست که در آنجا با پروردگارش سخن میکند. پس به پروردگارت باور کن. ابراهیم علیه السلام پسرش اسماعیل را به زمین خواباند و کارد را در گلویش گذاشت. اسماعیل می گفت: ای پدر، هرچی را پروردگار برایت امر کرده است انجام بده. ابراهیم علیه السلام نمیدانست که الله متعال گوسفندی را در بهشت برایش تیار کرده است. پس به پروردگارت باور کن. وقتی نوح علیه السلام دعا کرد: انی مغلوب فانتصر، ای پروردگارا من مغلوب شدم، یاریم کن.
نمیدانست که الله مردم گناهکار را غرق میکند و او را با گروه مسلمان ها نجات میدهد. پس به پروردگارت باور کن. موسی علیه السلام وقتی نوزاد بود در قصر فرعون گریه میکرد و از هیچ زن شیر قبول نمیکرد. همه مشغول بودند که موسی را آرام کنند. همه این برای مادر موسی بود که در دیگر طرف دریا بود. موسی را برایش برگرداند الله متعال. پس به پروردگارت باور کن. یونس علیه السلام در تاریکی های شکم نهنگ بسیار غم زده بود. دعا کرد: لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. هیچ معبودی جز تو نیست، تو منزهی، بیگمان من از ستمکاران بودم. الله متعال فرمود: فاستجبنا له و نجیناه من الغم. دعایش را قبول کردیم و او را از غم نجات دادیم. پس به پروردگارت باور کن. رسول الله صلی الله علیه و سلم غم داشت. عمکش و همسرش وفات کردند. پس الله متعال جبرائیل را امر کرد که محمد را به آسمان ها بیار. پس به پروردگارت باور کن. وقتی الله متعال یوسف را از قید زندان آزاد کرد، رعد و برق را نفرستاد تا که دیوار زندان را بشکند، بلکه خواب را در آرامی شب به پادشاه فرستاد که سبب آزاد شدن یوسف علیه السلام شد. پس به پروردگارت باور کن. به پروردگارت باور کن. دستانت را با خشوع بردار و بدان که بالای 7 آسمان خدای حکیم و دانا است. ما قومی هستیم که اگر دنیا برایمان تنگ شود، آسمان برایمان گشاده می شود. پس چطور ناامید باشیم؟ امروز از ما یک ذره کاری نیک قبول می شود، ولی فردا اگر همه دنیا را با ثروت‌هایش بدهیم قبول نمی شود. کار خیر هرچندی باشد اندکش مشمار. ما نمی دانیم فردا کدام یکی از کارهای نیک ما را نجات می دهد و سببی در آمدن به بهشت می شود.